دوستان گرامی، هفته گذشته ما امکان یافتیم که با یکی از فوتبالبازان شناخته تاجیکستان فتح‌الله فتح‌اللهیف که در بنگلادش هنرنمایی میکند صحبت انجام دهیم. امروز سلسله این صحبت‌های ما ادامه می‌یابد و ما با بازیگری دسته ریالی کشمیر هندوستان نوردین داورونوف در تماس میشویم و با سوال‌های خود جواب بگیریم. حالا ریالی کشمیر نوکر بازیش رو به انجام رسونید. سلام علیکم نوردین و خوب هستید و ما رو میشنوید؟ تشکری زیاد، خوش هستم و خوشحال هستم. بله خوب میشنوم شما رو. خب در دوشنبه هوا سرد است، در شما بهار است اونجا به نظرم. در یک خیلی منطقه های هندوستان بهار است، زمستان است و در منطقه که من حضور دارم در جزیره گوا در اینجا تابستان است. روزانه تا 34-35 درجه گرمی است. مگر دسته ریالی کشمیر در گوا است؟ نه، ریال کشمیر از شهر کشمیر است که نزدیکتر به دولت پاکستان است و در آنجا حاضر باشد هوا مانند تاجیکستان است. برف سرد خنک است. چند مدت است که ما با شما در تماس نشدیم و شما از تاجیکستان رفتید و در دسته محمدن کلکته بازی کردید. حالا در ریالی کشمیر چرا چنین شد؟ سبب فکر میکنم که در بسیاری در شبکه اینستاگرام که پخش مستقیم میکردم، من در آنجا گفتم که مربی نو اومد و با خود بازیگرای خود آورد و از همین سبب من و یک چند فوتبال بازی دیگه در محمدان متاسفانه در کار نشدیم. یگان جای شبهه، یگان جای چخل بیم بجاکنی نیست و در حال دسته ریال کشمیر به من شرطنامه نو روان کرد و ما به این دسته اومدم. حالا که میبینید دسته ما آمدن در جای نهم است و ما در جای، اگر خطا نکنم امروز در جای چهارم بعد از مساوی با دسته چرچیل برادرز در جای چهارم جای خود را اشغال کردیم و فکر میکنم که یک زینه بلندتر رفتم. شرایط های شما در محمدن کلکته بهتر بود یا که در ریالی کشمیر؟ در اینجا تیم هایی که از یکم تا پنجم ششم جا هستن نه اونقدر زیاد شرایط هم فرقیت میکند. تنها از نگاه معاش کمتر فرقیت میکند. تمام از نگاهی در کجا زیست میکنیم و در کجا تمرین میکنیم و در کجا خوراک میخوریم یگان فرقیتی ندارد. همه تیم ها مانند هستند. یعنی ریالی کشمیر مسئله مولیویش بهتر است نسبت به کلکته محمدان؟ نه، محمدان مولوی بهتر است. دسته محمدان از نگاه مولوی خیلی گویم خوبتر است. سه تیمی که در لیگ ما حضور دارند این محمدان کلکاتا است و چرچیل برادرز و راونگلاس پنجاب. این سه دسته هستند که از نظر به دیگر دسته ها معاشی خوبتر میکنند. خبرها نشر شدند که شما به دسته روشن کلوب میگذارید. این خبرها رو شما چگونه قبول کردید؟ نه، من خیلی گویم بسیاری دسته های وطن میخوان که من با دسته آنها شامل شوم. این باعث افتخار است که تا حال دسته ها میخوان مرا به دست آورن و اگر در وطن گویم من این گپ ها رو پیشتر هم میگفتم و تکرار میکنم. اگر در لیگ تاجیکستان، لیگ وطنی خود اگر بازی کنیم تنها در دسته استقلال بازی میکنم و اگر با دسته استقلال خیلی گویم همچون فوتبال باز لازم نباشم، در آن حالت فکر میکنم که فعالیت فوتبال خود رو بس میکنم. تشکر. شما در بازی های پیشینه ریالی کشمیر 90 دقیقه در میدان بودید. حالا 45 دقیقه چرا چنین شد؟ مشکلی هست؟ خیلی که مربی میگوید اول ریال کشمیر در جای اول بود برای اینکه بازی خانگی خود رو در خانه خود همه رو میبرید و در جای اول بود. شش بازی هست که ما تنها مساوی رو به دست میبریم، نمیتوانیم برد نمونیم و مربی این سبب رو در آن میبیند که بسیاری وقت دسته رو علیش میکند، بازیگر رو علیش میکند و امروز نوبت من رسید و با جای من یک بازیگر دیگر بازی کرد و ممکن بازی دیگر من با 90 دقیقه بازی کنم. این نگاه مربی است.
توجه ما رو باز یک خبر دیگر به خود کشید. نازم باباجانوف یکی از فوتبالبازان شناخته ما عضو دسته منتخبی تاجیکستان بود، در همین رئال کشمیر بازی میکند. این رو همان دریافتم، درست است؟ بله، نازم باباجان در دسته ما بود، ولی متاسفانه کم جراحی گرفت و جراحی او کمتر وقت زیاد طلب میکرد. و از همین سبب با پرزیدنت دسته با یک چخیل بگم مصلحت کردن و با یک مصلحت آوردن که بهتر میشد که کانترکت رو دوام ندیم. و از همین سبب نازم فکر میکنم 3-4 روز است که در وطن است، با اوله خود است از سبب جراحی. تشکر، بسیار معلومات دقیق دارید، چون که من در بازی‌های پیشینه دیدم که اینجا نام نویدوزی باباجانوف در هیئت بود، به میدان اومده بود، یک گل هم زده بود و بله امروز نیست. بله شما بله با بله از نازم در سبب یک خانه جراحی. بودید؟ بله، ما با نازم در یک خانه بودیم، در یک اتاق مهمان خانه بودیم، وقتی خوش میگذراندیم. اما این چنین فوتبال است، کمی زیاد وقت میگیری. بعد از یک ماه چمپیونات ما با آخر میرسد و نازم وقتی نداشت که باز هم به میدان برگردد. با یک فکر آمدن که بهتر نازم برگردد به خانه با اوله خود و فکر میکنم بهترین کار شد. نازم هم کم تزریق شده بود، میخواست که اوله هم رو بینه، صاحب فرزند شده بود و دیگه فرزند خود رو ندیده بود و چه خیلی که او میخواست همون خیلی شد. اویلا گفتید این اویلا یک جزی زندگی هست که بسیار دشوار است دور بودن. شما اویلتون رو با خود آورده اید یا که پیشتر هم که در خارج بازی میکرد برده بودید؟ متاسفانه حال اویلم با من نیست. در اون وقتی که در دولت اندونزیا بازی میکردم، اویلم، مادرم و فرزندانم با من بودن. اما حال پسرم صنف یک در مکتب لیسه پرزیدنتی میخوند و ما باید خیلی بگم نقشه کاری خود رو با درسخوانی پسرم باید توری نماییم و از همین سبب کمی دشوارتر است اویله خود رو به هندوستان. و سال دیگه که میدوند اگر شرطنامه خود رو با یگان دسته های هندوستان اگر تمدید کیم، حرکت میکنم که اوله خود رو به این دولت آورده. چه خیلی بگم سین و سال میرود و بسیارتر میخواهی که با اوله وقت گذرانی. اون وقتایی که جوان بودیم، به اوله بودیم، به همسر بودیم، فکر میکنم که در فکر یگان چی نبودیم. حالا باشد کمی زیخ میشوی، ثبتای ویدیویی رو روان میکنن، فرزندای خود رو میبینی و میخوای با فرزند یک جویا باشی. خیلی بگیم شکرانه همش خوب مس... است. بسیار جواب سزاوار. مسئولیت پدر یعنی در نزد فرزند همین است که باید که او تعلیم بله گیرد، خواند و به بله وای رسد. بله، همین مهم است که پدر باید با فرزندان باشد و تربیه پدری و خیلی بگم از تربیه مادری و بیبی و بابا خیلی فرقی کلان دارد. باز از سوال دیگر اگر مفخی نباشد، امروز چند فرزند دارید نوریدین؟ 3 فرزند دارم، یک پسر دارم، 2 دختر. بسیار خوب، بسیار خوب. من فکر میکنم که اونها به وای میرسند و در یک چشمک زدن حیات انسان همین گونه مرسی. میگذرد و میرود. من یاد دارم که شما هنوز به جام جهان رفتید، بله چگونه بهترین بازیگرانی بودید که من از خاطرم هیچ وقت نرفته است. و یک بار من با شما گفتم که شما با فتولا میتوانید که شارح ورزش باشید. حالا وقتی آن رسید است که فکر کنید که بیاید نزد من. برای چی نه؟ چه خیلی بگم بسیاری فوتبال بازانی مشهور جهان با شورای مشغول هستند. چون این استاد با مانند شما اگر داشته باشیم، برای چی نه؟ البته من آماده هستم. وقت و ساعت نشون میده. بله بله، من آماده هستم که شما با من باشید، چون که نوشتم وقتی که درباره فتلو نوشتم که وقتی که من میرفتم و یگون برنامه میکردم شما اونجا بودید. خوب نوریدین دورون و اکنون نوبت شما هم امروز اومد. اینجا هم باید گویم که شما هم در سخن راندن از هر دوی شما مثال بولو کسی نبود، یعنی شما تفاوت داشتید، یعنی میتواند شوره باشد و من آماده هستم که شما رو پیشواز بگیرم. فعالیت فوتبالی دویمی نیست، سال انسان میرود. بله حتما مثل ما شوره بله باشد، آدم ها بیشتر میشناسند. خوب با مخلصان نزدیک بودن این یک کیفیت دیگر دارد، باور کنید. سالهای زیاد در استقلال بازی کردید و امروز به استقلال یک نفر فرزند تاجیکستانی ایگر چریفچنکو اومد. چی نظر دارید؟
بله از این سرفراز هستم. باور کنید از بسیاری آدمایی که در جمهوری حضور دارن و حالا در دوشنبه هستن، از آنها هم پیشتر ما خبر داشتیم، برای اینکه با ایگر گنادی بچریفچینکا در یک محله کلان شده ایم و از ما کمتر کلانتر است و در محله فوتبال بازی میکرد. ما او رو میدیدیم بازی رو و با پدری او گنادی چریفچینکا هم رحمتی پدرم دوستی نزدیک بودن و بعد از که به دولت روسیه سفر کردن و فوتبالیستی خیلی هم خوب شد، گویم خطا نمیکنیم و مهم اون است که ایگر چریفچینکا آدمی خوب است، آدمی زمینی است. در آن حالتی که مربی لوکوموتیو مسکو بود، صاحب جام شد، اومده در خانه یکای فتولا جلیلوف میشستیم. باور کنید آدمی زمینی بود، قطعی میشش صحبت میکردیم، صحبت های خود میزدیم. به حد آدمی زمینی است و مهم متخصصی بخواد است. فکر میکنم که چون این متخصص را فوتبال میهن سالهای اخیر ندیده بود و فکر میکنم که با فوتبال تاجیک نه تنها با استقلال، عموما با فوتبال میهن فایده کلان خود را میرساند. بسیار سخنهای جالب گفتید. در حقیقت او زمینی است، فرزند تاجیکستان است. بیاید برمیگردیم به فوتبال هندوستان. باز یک فوتبال بازی ما در اونجا کامران تورسون هنرنمایی میکند. با او وو خوردید و وو میخورید؟ بله، ما با کامران وقتی که در دسته محمدم بودم با کامران وا خوردیم و این دسته رو به حساب 1-0 ما بریدیم. با کامران پیش از بازی یک جای بودیم، در یگان مال ها می رفتیم، خوراک می خوردیم، صحبت می کنیم. بعد از بازی هم یک جای بودیم. اون حالتی که بازی داریم در همون شهر ما بسیاری وقت رو یک جای می گذرانیم و کامران طولی فکر میکنم 4 سال است که در اینجا بازی میکنن. همگان کامران رو میشناسن و کامران فوتبال خوبی خود رو در این دولت نشان داده است و فکر میکنم که 4 سال در آی لیگ بازی کردن کمی زیاد است. فکر میکنم که فرصت آن رسیده است که کامران تورسونوف خود رو در آی اس ال سوپر لیگ ایندیا قوه خود رو سنجد و دعا میکنیم و امیدواریم که سیزن پیش آمد او به یگان دسته سوپر لیگ آی اس ال هندوستان رفته قوه خود رو در آنجا سنجد که بله کامران بازیگری خوب است و فکر بله. میکنم که با منتخب جمهوری هم خیلی هم فایده خوب میرساند و از فرصت مناسب استفاده برده شوکت حاتم هم به دسته سوده و دلی آمد و تمرینات خود رو دوام داده ایستاده است. خیلی خوشحال هستیم. خب شماره فوتبال بازی تاجیکستان در اونجا زیاد می شود. البته به زبان تاجیکی حرف میزنید، اما در هندوستان هستید زبان هندو رو یاد گرفتید، یعنی ابکنم کاهه. اب کنم که نه بسیاری کلمه های هندوی رو یاد گرفتیم که در میدان ما استفاده میبریم. همین حالت ها در چخل گویم در زندگی باشد فقط گپ های بزرگ رو به من یاد دادن. همچون آدمای نو با دسته استقلال می اومدن، ما یکم گپ های بزرگ رو با اونها یاد میدادیم و در همه دنیا همین بوده است و فکر میکنم که یک چخیل بگویم یک تجربه خوب با من شد با این دولت آمدم و فکر میکنم که اگر سال دیگه یگان شرطنامه دیگر یگان شرطنامه خوبتر شود، فکر میکنم یگان فکر نکرده تبدیل دادن در کار است و در اینجا ایستادن در کار است. دسته شما چی نقشه دارد؟ نقشه این سال اون است که در 5 گانه بهترین ها شامل شویم برای آنکه 12 مارت چمپیونات لیگ آی لیگ هندوستان 12 مارت به اخیر میرسد و 5 گانه بهترین آی لیگ و 5 گانه بهترین سوپر لیگ سوپر کوبک بازی میکنن تا اخیر مارت و نقشه پرزیدنت دسته و هدف پرزیدنت دسته اون است که مینیموم در 5 گانه بهترین آی لیگ شامل شدن. نازیم گفتیم با تاجیکستان برگشت. آیا در حیات دسته شما باز فوتبال بازانی هستند که از آسیای مرکزی هستند؟ بله بله، آسیا میانه بسیارتر از قرقیزستان بازیگرا در اینجا حضور دارند. باور کنید یک 6-7 بازیگر از قرقیزستان، از ازبکستان 2 نفر بودن، اما یک تاش کمی اذیت سلامتی برگشت به ازبکستان. اصلا ازبکستان قرقیزستان از همه زیادتر قرقیزستان
мухлисони тоҷик шуморо дӯст медоранд, дар ҷавониятон ҳамчунин. Аммо ҳарчанд сол дида ҳастед, аммо бозиятон ҳанӯз зебост. ба мухлисонатон чӣ гуфтанӣ ҳастед? چه خیلی که شما گفتید که با مخلصان صحبت کردن این یک کیفیت خود رو دارد و من حتی امکان وقتی خالی یابم در شبکه اینستاگرام هم پخش مستقیم تشکیل میکنم و با مخلصان صحبت میکنم. با مخلصان خصوصا خود و تمام فوتبال میهن تنها سلامتی را آرزومندم. با یگان چه خیلی گویم نتیجه های ناخوب نگاه نکرده همیشه ما را دستگیری کنند، خصوصا فوتبال تاجیک رو، دسته استقلال و تمام دسته هایی که دوست می‌داره دستگیری کنید. مهم دسته منتخب رو دستگیری کنید تا که دستگیری مخلصان و فوتبالیست یک نیروی میده برای آنکه سه باره که چه خیلی گویم سر مخلص ترین بازی ها بودن 2017 2015 و با دسته کیره در خوجند که رکورد رو ما زدیم و باعث افتخار است که من در این بازی حضور داشتم. باور کنید در این حالت در این اتمسفر فکر میکنم که بازی خوب نشان دادن ممکن است و چه خیلی که رقیب قوی نباشد با چنین مخلصی با چنین دستگیری برد کردن خیلی آسان است. سلامتی رو آرزومندم با تمام مخلصان فوتبال تاجیک و با تمام تاجیکستانیان. کدام سوال رو انتظار بودید و من ندادم؟ کدام سوال موند؟ نه همه سوال دادین که علایالدین باور کنید. خیلی گم اولین اینترویو است که خیلی گم با خبرنگاران صحبت کردم که موضوع منتخب جمهوری را به من ندادن و فکر میکنم که این موضوع برای دیگه گفته ها نیست. فکر میکنم که منتخب جمهوری تاجیکستان به من هم به فتح‌الله هم به دوران هم و به جهانگیر رگشوان و به شیرالدین هم فکر میکنم بازی خوب نشان داده است و چیزی که مربی انتخاب میکند کسی رو مربی دعوت میکند ما این رو قبول داریم، یگان شبهه نداریم، تنها دستگیری میکنیم. فکرهای شما هم در این باره جالب است، من هم دستگیری میکنم و در حقیقت این سال باری اول در تاریخ در جام آسیا 2023 بازی میکنیم و از دسته منتخب ما چی رو انتظار هسته؟ از دسته منتخب تنها بازی خوب، غلبه رو و از گروه با نیمه نهایی روی خط گرفتن. برای چی یخل نفران اگر روزی گپای ما رو گوش کنن فکر میکنن که این یگان چه خیلی بگم نمیشود، невозможно. بله لیکن دسته استقلال دست بله دسته استقلال نشان داد. شما شاهد بودید که از چنین گروه قوی لیگ قهرمانان رو به نظر میگیریم و سال 2015 رو در نظر میگیریم که چنین دسته‌های قوی رو گفتی شکست دادیم و دیگر نیمه روی خط گرفتیم و با دسته پرسپولیس در ورزشگاه مرکزی هم بازی خوب نشان دادیم و فکر میکنم که دسته منتخب هم میتوند بازی خوب رو نشان دهد. تنها به خود باوری کردن در کن، تنها به خود گفتن در کن که ما تاجیکان فوتبال رو میتوانستیم بازی کردن، میتوانیم و تنها. تشکر که با ما در تماس بودید و به سوالهای ما جواب گردوندید. دوستان گرامی در همین جا برنامه فوتبال آسیا رو به پایان میرسونیم. هر هفته در همین روز و در همین ساعت برنامه ما رو انتظار شوید. خیر تا بازدید. شاد و پیروز باشید.